20 گرم نون خشک. خوب که نرم شد آبشو کامل بگیرید. گوشت گاو 20% چربی، توفاله پیاز، 10% دیگه دنبه گوسفندی استفاده می‌کنیم عزیزان. کباب یا باید تماما گوساله یا تماما گوسفندی باشه عزیزان. 7 گرم نمک، 1 گرم بیکینگ سودا، 1 گرم فلفل سیاه. با هم دیگه ترکیبش می‌کنیم و چرخش می‌کنیم. بعد با 4 میلیمتری چرخش کنید، ولی خونگیان نداره، من ناچارم از این استفاده کنم. یه دست بدون اینکه قطع بشه عزیزان. اینا رو ترکیب می‌کنیم. خوب ترکیبش کردم. روی دستم چربی ننشسته، کف اینم ننشسته. به نظرتون چرا؟ حداقل 4 ساعت داخل یخچال. می‌بینید روغنش جدا نمیشه عزیزان. تو روغن خودش قشنگ سرخ میشه. این کباب تو فر عزیزان، نرمی کباب از تو تصویر پیداست. احتمالاً شنیدید کبابیای قدیم نون خشک می‌زدن داخل کباب کوبیده عزیزان. برخی فکر کردن که نون خشک بزنید زیاد میشه. من قبل از اینکه امتحانش کنید خدمتتون عرض می‌کنم که توی 14 تا سیخش اینقدر کباب بهتون اضافه تر میده. برخی هم فکر میکنن که نون خشک رو مثلا توی چرخ گوشت میریزن که گوشته بیاد بیرون. فکر نمی‌کنم آدم عاقلی نون خشک بریزه توی چرخ گوشت. خب نون تازه میریزیم. و افرادی که فکر میکنن کباب کوبیده باید گوشت خالی باشه. اول اینکه کباب کوبیده 50-60% گوشته، بقیه‌اش چربی و پیازه و این کباب نسبت به دستورهای دیگه 60 گرم گوشت بیشتری داره، چون 200 گرم پیاز میزنیم داخلش. بیشتر از 200 گرم اصلا نباید بزنید، چون کباب رو سفتش می‌کنه، آب پزش می‌کنه در واقع. حالا علت استفاده از نون خشک عزیزان، من عاشق رشته آموزش گذاشتم، متأسفانه نمیپرسید عزیزان. هیچ وقت یه چیزی رو نه بیخود و بی جهت ردش کنید، نه بیخود و بی جهت قبولش کنید عزیزان. خود رشته رو برداشتم آسیاب کردم، سرم درد نمی‌کرد، میتونستم آرد بریزم عزیزان. یا توی مرغ سوخاری KFC آموزش گذاشته میتونید ببینید من از آرد سویا استفاده کردم. کباب تابعی نون رو خیسوندم. توی مثلا برگر آرد سوخاری میزنن، توی کوفته تبریزی آرد نخودچی میزنن. این باید فکر شما رو درگیر کنه که چرا باید از اینا استفاده، چرا آرد استفاده کنید. اینا قبلا پخته شده، ساختار پروتئینش تغییر کرده، دیگه اون گلوتنه حالت چسبندگیشو از دست داده عزیزان و مثل یک فیبر عمل میکنه. به هیچ عنوان باعث خشک شدن، چون آرد وقتی خامه منسجم میکنه، مثلا توی کباب تابعی بزنی یا هر چیز دیگه‌ای منسجم چسبش میکنه. توی آش رشته وقتی آرد خالی بزنی، یعنی آرد خام استفاده کنی، زمانی که سرد بشه تانکای آلمانی توش گیر میکنن عزیزان. مرغ سوخاری به هیچ عنوان با آرد خالی درست نمیشه عزیزان، چون همین اتفاق دقیقاً براش متعین ناخن مصنوعی میشه، انقدر خشک میشه. به پولک نیست، هرچی پولک بیشتر غیر حرفه‌ای‌تر عزیزان. با یک مثال ساده و قابل فهم ویدیو رو پایان میرسونم عزیزان. اول اینکه من به اجبار داخل فر درستش کردم و به اجبار دنبه زدم، براتون می‌نویسم دقیقاً بعد چیکار کنید. این کباب رو 10 بار بذارش یخچال بیارش بیرون، اصلا منجمدش کن، داخل فریزر بذارش نرم انگار همین الان از روی منقل برش داشتید و چرب، نیازی به کره نداره. مثال ساده‌ای که بخوام براتون بذارم حلوا هست عزیزان. شما حلوا اگر آردشو، یعنی دقیقاً همین اتفاق میفته، بودادش نکنی، یا حلوای شل چسبناک بهتون میده.